به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دانش آموزان عزیز سلام، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. سید رضای هاشمی هستم با کیمیای صنف 11 در خدمت شما عزیزان. ما و شما در روزهای گذشته کیمیای برق را خواندیم. آخرین جلسه ما در قسمت موارد استفاده پیل ولتا بود که البته در اونجا عنوان ما بود ملمع‌کاری و حفاظت کاتودی فلزات که گفته بودیم هر دویش میشه در قسمت خود موارد استفاده پیل ولتا. قرار است که امروز در مورد قوانین مقداری الکترولیز ما و شما با هم دیگه بیاییم و بخونیم بعضی موضوعات را. در حقیقت قوانین مقداری الکترولیز بر ما بعضی موضوعات مقداری را واضح میسازه. یعنی ما رابطه بین جریان برق و رابطه بین خود همو مقدار موادی که به دست میاره را میتونیم از اینجا به دست بیاریم. درس امروز اما قسم گفتیم قانون مقداری الکترولیز است که به نام قانون فارادی هم ایره ما و شما همچنان یاد میکنیم. دو دونه نام داره، هم قانون فارادی میگنش هم قانون مقداری الکترولیز. شخصی که شما عکسش میبینین در حقیقت خود فارادی است که به نام پدر کیمیای برق هم یاد میشه. هر دو قانون داره که همین شخص دانسته این قوانین را به وجود بیاره. قانون مقداری الکترولیز میگه قوانین فارادی شامل دو قانون می باشد. دو قانون که در مورد مقدار برق عبور یافته و مقدار مواد حاصل شده می باشد. پس گفتیم اینا را هر دو قانون را کی به وجود آورده؟ فارادی. آفرین. فارادی میشه پدر علم خود کیمیای برق و در مورد امیز که ما چقدر برق عبور بتیم چقدر مواد به دست میاریم. میبینیم در اینجا ما و شما تصویری که میبینی در حقیقت گفته فارادیس لا، در حقیقت قانون فارادی در مورد الکترولیز است. دو تا قانون داره، فرست و سکند. دو تا قانون فارادی رو ما و شما در اینجا قرار است با هم بخوانیم. قانون اول الکترولیز یا قانون اول فارادی برای ما میگه مقدار مواد با مقدار برق رابطه چی داره؟ رابطه مستقیم. حالا ببین کامل میخوانم. مقدار موادی که حاصل میشود رابطه مستقیم با مقدار برقی دارد که از آن عبور نموده است. یعنی رابطه مستقیم داره. ببینید در اینجا مقدار مواد رابطه مستقیم داره با کیو مقدار برقی که عبور یافته. حالا مثلا یک فارادی، دو فارادی یا با کولمب. پس این قانون اول فارادی است از لحاظ ریاضیکی. مقدار مواد رابطه مستقیم داره با مقدار برق عبور یافته. ما و شما در اینجا میاییم میبینیم یک دستگاه رو میبینین به این ترتیب. خب میخواد بر ما قانون فارادی رو مشخص بسازه. کاتود رو میگیرن، پاک میکنن، خشکش میکنن، وزنش میکنن کاتود را. بعد جریان برق را عبور میتن. اینجا یک جریان برق همو به حساب امپیر، چند امپیر برق از اینجا عبور میکنه. در چی مدت زمان؟ در روی کاتود یک مقدار مواد رسوب کرد. ما قبلا هم خواندیم در روی کاتود مقدار مواد رسوب میکنه، وزنش میکنن، مقدار برق را که عبور یافته میبینن، مقدار موادی که به دست آمده. حالا اگر شدت اول M1 بود مقدار مواد M1. حالا با شدت دوم برق را عبور میکنن با یک امپیر بیشتر برای یک مدت زمان ثابت البته. بعد دوباره میاین میبینن خب اینجا یک مقدار مواد رسوب کرده به دست آمده. این مقدار M2 نامش میمونن. این تو یک رابطه بینش وجود داره. M1 بر M2 مساوی به I1 برای این رابطه اول میتونیم بگیم. پس میگه مقدار برق رابطه مستقیم با شدت جریان میتونه داشته باشه. یعنی هر چقدر شدت قوی تر داشته باشه مقدار بیشتر میتونه حاصل شود. راوند دوم میتونه دوباره همین موضوعات رو بیای وصل کنه. خب نظر به زمان میسنجه که چی مدت زمان برق عبور کنه. حالا این مقدارش میگیره مثلا M3 و M4 و با این ترتیب میتونه که پیش بره. باز میگه مقدار مواد M3 M4 مقدارهای مواد است، میتونه M1 M2 بگیره، T1 و T2 میشه. پس با مقدار زمان هم میگه رابطه داره. یعنی قانون اول فارادی برای ما و شما اینو میگه که مقدار موادی که به دست میآید در حقیقت میتونه که با این از این رابطه I ضرب T هم به شدت جریان ارتباط داره هم به زمان. شدت جریان ضرب زمان به نام Q یا مقدار برق یاد میشه. هر دویش که ما و شما در حقیقت در اینجا هم همون گپ گفتیم. M رابطه مستقیم داره با Q. پس در اونجا هم برای ما و شما امی گپ را نشان میداد در این ویدیو هم. او از مورد قانون اول الکترولیز بود که حالا باز ما و شما میایم در موردش مثال ها را کار میکنیم.
قانون دوم الکترولیز. ببینید در قانون دوم که حالا قانون دوم فارادی هم میگنش، میگه با عبور یک فارادی برق، یک فارادی از یک ماده به مقدار 1 معادل گرم او به دست میاد. خب دقت کن، چند فارادی؟ 1 فارادی. چند معادل گرم به دست میاد؟ 1 معادل گرم. از هر ماده معادل گرمش فرق میکنه عزیزان، متفاوت است. شما در صنف 10 در بخش قانون معادلت ها دریافت معادل گرم خواندین که میگه کتله مولکولی یا کتله اتمی تقسیم با ولانس مؤثر و به این ترتیب میتونن به دست بیارن. پس قانون دوم بر ما هم میگه اگه 1 فارادی برق عبور کرد 1 معادل گرم به دست میاد. اینجا همون را از لحاظ ریاضیکی نشان دادیم. 1 equal گرم یعنی 1 معادل گرم اگر عبور کنه 1 معادل گرم ماده به دست میاد از در نتیجه 1 فارادی. این رابطه مستقیم را اینا میتونن که با همدیگه داشته باشن. حالا اگر ما و شما بیایم قانون اول فارادی را با قانون دوم فارادی ترکیب کنیم، در نهایت ما و شما به اینی فرمول میرسیم. M مساوی است به E ضرب Q بر F. M مقدار مواد که به دست آمده به گرام، E معادل گرام همون ماده‌ای که ما مقدارش به دست آوردیم، Q مقدار برقی که عبور یافته و F که میشه 1 فارادی برق و خود F در حقیقت 96500 کولمب برق میشه. خب ما این معادله را چطور به دست آوردیم؟ از کجا به دست آوردیم؟ بیاین با هم دیگه میتونیم این ثبوت کنیم که خیلی ساده به دست میاد. در حقیقت ما گفتیم مقدار مواد رابطه مستقیم داره با مقدار برق و از طرف دیگه ما و شما گفتیم وقتی 1 فارادی برق عبور کنه در نهایت 1 معادل گرم فقط این نشانش میتون به دست میاد. حالا اگه ما این بیایم یک طرفین و وسطین کنیم میشه M مساوی به هر چی که رو به ریش است میره به مخرج. این دو تای دیگه در حالت ضرب نوشته میشه در کجا؟ در صورت 1 معادل گرم ضرب Q. یعنی اگه 1 رید نوشته نکنیم هم پروا نداره. پس اینه درست است. همین فرمولی که ما به شما در اینجا داشتیم بسیار به سادگی میتونست از قانون اول و قانون دوم ثبوت شود. خب دوستای عزیز ما اینا رو ثبوت کردیم. حالا اصل گپ ما و شما چی است؟ اصل گپ همی است که از روی از مثال کار کنیم و یک گپی که قبل از مثال باید بگم. به این فرمول من میگم فرمول مادر. چرا؟ به خاطر که همین فرمول میتونه به اشکال مختلف دیگه تبدیل شود. بنابراین ما امروز میخوایم قبل از این که بیاییم و مثال کار کنیم در قدم اول بیاییم همین فرمول به اشکال مختلف دیگه که میتونه تبدیل شود با هم دیگه بنویسیم. خب دوستا ببینین خود ای معادل گرام فرمولش هست M بر A. A چی هست؟ A ولانس مؤثر و M میشه کتله حالا یا اتمی یا مولکولی، فرق نمیکنه، یا اتمی برای عنصر، مولکولی برای مرکب. کیو ما از طرف دیگه میفهمیم آی ضرب تی است. کیو مقدار برق، آی شدت چی؟ شدت جریان و تی هم زمان. تی را به ثانیه نشان میتن، سکند. شدت جریان را به امپیر، پس 1 امپیر ضرب سکند مساوی میشه به کولمب. 1 امپیر ضرب 1 سکند میشه کولمب. حالا اگر ما و شما بیاییم امیر تبدیل کنیم، فرض کن ما در همین فرمولی که در اینجا داریم M مساوی به E ضرب Q بر F، اگه یک دفعه قیمت Q رو تبدیل کنیم، قیمت Q هست I ضرب T، این فرمول تو میشه M مساوی به خب E که تبدیل نشد به جای Q ما بانیم I ضرب T بر F. زیاد هم از این فرمول استفاده میشه، زیادتر.
البته باز ما یک فرمول دیگه هم داریم که از اینکه ساده تر بسازه میشه. این رقم حفظ کن، راحت بتونی حفظش کنی. AIT یگان فرض کامپیوتر کار، آیتی کار میگیم نه. فرض که تو یک صاحب شرکت هستی، بازی یک نفر کامپیوتر کار تا آیتی کار هست. اما آدم یک مثلا یک جای قسم گفتی رقم نکرده، خراب جور کرده، تو میگی AIT اوف این خراب کردی کارو نه. این بسیار راحت میتونی ای ضرب آی ضرب تی بر اف را راحت با حافظه بسپاری. اگه یادت هم رفت جمله از یادت نمیره AIT اوف ده مخرج است، خلاص راحت پس یادت میره. اگه ما قیمت آی را بانیم، ببین تنها ببخشید قیمت ای را چی کار میکنیم؟ ام مساوی به قیمت از ام بر ای، ام بر ای کیوی بر کیو رو دیگه تبدیل نمیکنم، حالا میگیرم ضرب کیوی بر اف. این یک شکل دیگهش، این دیگه شکل، این دیگه شکل. حالا اگه ما بیایم هم قیمت آی را بانم، هم قیمت ببخشید آی گفتم، هم قیمت ای را بانم، هم قیمت کیو را بانم، هر دویش یعنی قیمت هایش بانم، بازی فرمول میشه ام مساوی به، خب به جای ای که در صورت است میمانیم ام، ایش میره در مخرج، به جای کیو میمانیم آی ضرب تی، در مخرج هم اف ما و شما از قبل داشتیم. اینی فرمول میشه ام آی تی بر اف مخفف افغانستان فرض کن، ما آی تی افغانستان، ما آی تی افغانستان. اینی فرمول مهمترین فرمول است. چرا؟ یعنی زیاد سوالات میتونی از این کار کنی، بعدش از دیگه میتونی کار کنی. کمتر سوالا رو میتونیم که از دیگه ما و شما بیایم کار کنیم. بنابراین هر مدل سوال بیای، فرض که ما اینجا یک سوال رو نوشته میکنیم، این باشه من حیث مثال ما. به طور نمونه میگیم که در اثر گذشت مثلا به طور نمونه 20 امپیر جریان در زمان مثلا 30 ثانیه از محلول پتاسیم هیدروکساید چی مقدار پتاسیم حاصل می شود. خب شما این کل موضوعات در اینجا دارین. ببینین دارین آی را امپیر است، دارین زمان را، درست است؟ اینی را کتله مولکولیش حساب میکنی. کتله مولکولی از این است 56. چه قسم؟ پتاسیم است 39، هیدروژن است 1 کده 39 میشه 40، اکسیژن هم است 16، 40 کده 16 است 56. کتله ولانس مؤثر از این چه رقم میشه؟ ولانس مؤثر در القلی، یک القلی در القلی ها تعداد OH، یعنی یک دانه OH داره، پس H میشه 1. بنابراین آی را داریم مساوی به 20، دوباره نوشته نمی کنیم مثلا جای ما کمتر است، فرمول رو میاریم M مساوی به ما آی تی افغانستان قیمت گذاریش میکنم مساوی به، خب M 56 ضرب آی 20 امپیر ضرب تی 30 ثانیه. اگه زمان ثانیه نبود به ثانیه تبدیلش کنه فرمول بانیش، باز اشتباه میشه از پیشید. A 1 چون تعداد از است، F فارادی است. چون ببینین ما قیمت ها رو ماندیم، قیمت فارادی رو باید بانیم. قیمت فارادی است 96500 کولم. حالا اینو میریم این ساده میسازیم. خب در ساده سازی میفهمین 0 با 0 0 با 0 خلاص میشه. صورت ضرب میکنین مکمل، هر چی که شد M مساوی است به 56 ضرب 2 میکنین، ضرب حاصلش ضرب 3 میکنین، هر چی که شد تقسیم میکنیم به 96500. خب اگر بیایم صورت رو ما و شما ضرب کنیم در اینجا 56 ضرب 2 میشه 112، درست است؟ 112 را که ضرب 3 کنیم 3 2 6 یا میشه
336. حالا 336 تقسیم 965 میکنیم. خب ما این تقسیم کردیم، شما میتونید پیش خود تقسیم کنید. تقریبا 0.35 میبره. واحدش گرام میشه دوستا، چون سعی کنین واحد از این کولمب است. ایام زمان ضرب امپیر، ثانیه ضرب امپیر میشه کولمب. کولمب به کولمب خلاص مقدار از ایام گرام است، باقی مونده پس ما و شما میگیریم. الان ما و شما میفهمیم اگه 20 امپیر برق در مدت نیم دقیقه 30 ثانیه از محلول پتاسیم هیدروکساید عبور بتیم، 0.35 گرم عنصر پتاسیم در کاتود ترسب میکنه یا به دست میاد. یعنی به این ترتیب ما و شما میتونیم که مقدار به دست بیاریم. سعی کنین دوستا، هم زمان در صورت است هم امپیر. اگر امپیرتان هم زیاد شوه مقدار موادتان زیاد میشه، زمان هم زیاد شوه مقدار مواد زیاد میشه. پس مقداری که موادی که به دست میاد هم با شدت جریان رابطه مستقیم داره و هم با زمان. بسیار عالی، با هر دو داره رابطه مستقیم. میایم یک دانه یک مثال دیگر ما شما کار میکنیم. خب فرض کو بر ما سوال میگه که در اثر مثلا عبور 5 فارادی برق از محلول به طور نمونه سودیم هیدروکساید یا سودیم کلراید فرض کنین، نمک، چی مقدار سودیم در کاتود به دست می آید؟ خب حالا یکی ما فرمول داریم، 5 فارادی برق مقدار برق از عبور کرده. ما اینو میتونیم بیایم، معلومات ما خیلی کم است نه دیگه، هیچ چیز نگفته، میتونیم بیایم از فرمول مادر حلش کنیم. چون مقدار برق به ما گفته 5 فارادی مقدار برق گفته، این رو باید خودم به دست بیارم از روی از این مرکب، از روی نزنیمی. پس میایم این کارو میکنیم. ببین ای در حقیقت مساوی به کتله مولکولی تقسیم ولانس مؤثر. کتله مولکولی از این سودیم 23، پتاسیم 35، کلورین 35.5، هر دو رو با هم جمع کنیم 58.5. ولانس مؤثر تعداد فلز ضرب چارج فلز در نمک ها، تعداد ضرب چارج، یک ضرب یک خود یک، پس دوباره برآمد 58.5 گرم. این شد در حقیقت معادل گرام نمک طعام. خب مقدار برق هم داریم M مساوی به 5 فارادی. حالا با در نظر داشته نظیمیا فرمول ما M مساوی به E ضرب Q بر F. تنها قیمت گذاری میکنیم، مساوی به E میشه 58.5 ضرب چی؟ 5 فارادی. در مخرج هم داریم فارادی. اینجا ضرور نیست که شما فارادی رو به کولمب تبدیل کنین، کارتان سخت نکنین. میتونین همین F کده F اختصار کنین. خیلی میمونه 5 ضرب 58.5. این مقدار میشه 5 ضرب امی عدد کنیم 5 5 25 5ش 2 حاصل 5 8 40 2 حاصل داشتیم 42 4 حاصل شد 5 5 25 خب ما 4 هم حاصل داشتیم 29 و یک خانه اشار این یک خانه اشار. 5 فارادی برق اگر از همین محلول عبور کنه 292.5 گرم سودیم میتونه که حاصل شوه. خب دوستای عزیز، ما و شما آمدیم و قوانین فارادی رو با هم دیگه کار کردیم. شماها دیدین که فارادی دو دانه قانون داشت، قانون اولش بود، قانون دومش بود و ما و شما به عدد فارادی رو فهمیدیم که یک فارادی چقدر کولمب میشه و در کل به آخر درس خود رسیدیم. امیدوار هستم که درس یاد گرفته باشین. یگانه راه موفقیت شما یعنی میست که تلاش کنین و تنها به دیدن کسی یاد نگرفته، باید پیش خود کار کنین تا بتونین که موفق تر از همیشه باشین. کامیاب و پیروز باشین.